در تنظیم شبکه شارپای جدید میریم تو بخش ستینگ، نتورک، ادمینستریتور لاگینش، پسوردش ادمین هست، این اوکی، لاگین. خب این ببینید تنظیمات شبکه ماست. اول از همه کانکشن تایپشه که حالت دفالت فقط روی سیم هست. میتونید این رو بذارید رو بی سیم یا همزمان هم با سیم هم بدون سیم. خوبی اینا هم اینه که چون دو تا در واقع کارت مجزا دارن برای سیم و با سیم، میتونید همزمان از هر دوتا هم استفاده بکنید. خب ما حالا فعلا اینجا کار نداریم. ببینید DHCP شو حتما باید که قطع بکنید. الان IPv4 ما فعال شد. الان آدرسی که میخواید رو بهش میدید. حالا ما برای این دستگاه مثلا 192.168.1.65 میذاریم. سابنت مسکش که 3 تا 255. گتوی هم که در واقع اون مودم شماست. حالا معمولا چون رنجا به این شکله، ما دیگه اینم داریم میذاریم 192.168.1.1. حالا مثلا مودم های ایرانسل معمولا 01. اینی که 01 گذاشتید، اینجا IPv4 آدرستون هم باید مثلا بذارید 065. خب سابمیتش میکنید، ریبوت باید بشه، یه دور باید رستارت بشه. آره ما رستارتش رو میکنیم و این الان دیگه در واقع تنظیمات IP ما دیگه ست شده. میتونید دیگه بریم بر مرحله نصب.